اکثریت کل حکومتی را که طالبان روز 7 سپتامبر معرفی کرد پشتونها تشکیل میدهند، ولی این گروه تندرو برای آنکه حکومتشان پرره پشتون شمول ننماید به هیئت آن یک ازبک و 3 تاجیک طالبان پرست را هم داخل کردند تا حکومتشان را افغان شمول جلوه دهند. عبدالسلام حنفی معاون دوم سروزیر از قوم ازبک از ولایت جوزجان است. همینطور قاریدین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و قاری فصیح‌الدین فرمانده ستاد ارتش هر 3 تاجیک از ولایت بدخشان می باشند. اما بقیه نزدیک 30 کرسی دیگر حکومت با شمول تمام منصب‌های کلیدی از جمله همه وزارت‌های قدرتی در دست خود پشتونها قرار گرفت. رئیس حکومت، معاون اول او و همینطور رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده که رهبر اول امارت اسلامی افغانستان و امیرالمؤمنین اعلام شده است همه از پشتونی هایند. طالبان حکومت خود را روز 7 سپتامبر معرفی کرد. قبلا بسیاری از کشورهای مهم دنیا از طالبان خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر شده بودند، ولی این گروه تندرو این خواسته ها را صرف نظر کرده و به حکومتش حتی نفران جنجال برانگیز را و مثل سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی شامل کرد که از سوی امریکا تحت جستجو قرار داشته برای سر او $5 میلیون جایزه هم مقرر کردند.